دادگاه ولایت خطلان یک امام خطیب مسجد محلی عبدالحنان منانوف رو که توی عروسی برادرزاده‌اش رو با سبب صدا دادن موسیقی در آن با حرفای تند و دشنام‌آمیز پراکنده کرده است به 6 سال زندان محکوم نمود. پیشتر خبر رسیده بود که برای این پرونده در آغاز مأموری به جنایی تبدیل داده شد. منانوف برای دعوت به افراطگرایی گناهکار دانسته شده است. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را دنبال داشت و حالا در استودیو با ماست. درود بر شما. خب بگویید که محاکمه چگونه گذشته است و واکنش خود عبدالحنان منانوف به حکم دادگاه چگونه بوده است؟ سلام شهلا، سلام بینندگان گرامی. منبع‌های نزدیک به تفتیشات میگویند مرافعه دادگاهی ملا عبدالحنان با حضور نزدیکانش و وکیل مدافعش صورت گرفته است، اما تا کجا وی این عیبنامه را اعتراف کرده است یا نه معلوم نیست. سید جبار علیف وکیل مدافع منانوف همین روز به ما گفت که در حال حاضر نمیتواند قضیه را شرح دهد و پیوندانش هم حاضر نشدن با ما صحبت کنند. ولی یک نکته روشن این است که ملا عبدالحنان برای رفتارش در تویخانه که معرکه شادی دو جوان را به هم زد بخشش پرسیده است. ظاهرا رفتار منانوف نه تنها همچون یک عامل ویران کردن معرکه بلکه همچون نمایش و تبلیغ انگیزه‌های تندروانی دینی بررسی شده است. در یاد داریم نشر نواری رفتار این دو ملا سبب بحث‌ها در شبکه‌های اجتماعی شد. یعنی اگر نوار نشر نمیشد شاید این مرافعه و این حکم هم به میان نمی آمد. درست است؟ بله درست است. احتمال چنین موارد و واقعه‌ها در جایهای دیگر نیز روی داده باشند، اما ملا عبدالحنان منانوف در آخرهای ماه ینور همین سال در شبکه‌های اجتماعی مشهور گشت. در آن نوار روشن است که وی مهمانان و میزبانان را دشنام‌ها می‌دهد و نشان می‌دهد که رقص و بازی خشم و غضب او را آوردند. وی معرکه را باز می‌دارد و مهمانان صحن توی را ترک می‌کنند. این نوار در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیاد به بار آورد. بسیاری ها رفتار ملا را تنقید کردند. وزارت کارهای داخلی روز 27 ینور گفت روحانی عبدالحنان منانوف جشن عروسی جیانش را در جماعت محنت آباد ناحیه کوشانیان ولایت خطلان به هم زده است. بعد منانوف عذرخواهی کرد ولی معلوم می شود تحقیق رفتار او دوام داشت و با این حکم 6 سال زندان به پایان رسید. در همه دوره تفتیش وی در بازداشتگاه موقتی وزارت کارهای داخلی نگهداری می شده است. سپاس برای صحبت مفصل.